یک سال پیش خانم افغان اختره همراه با دخترش گلپری در کنار یکی از کوچه های کابل گدایی میکرد. چند سال پیش وقتی اختره از ازدواج با قاتل شوهرش خودداری کرد، او برای این زن تیزاب یا کسلته پاشید. این حمله اندام اختره را شدیداً مجروح و حیاتش را خیلی دشوار کرد. رادیوی آزادی در این باره تیر ماه سال گذشته گزارش داد و یک شخص ثوابجویی که گزارش را دیده و شنیده بود به اختره کمک رساند. این شخص که یک زن افغان است و در کویت به حیث طبیب ایفای وظیفه میکند، توسط خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد به اختره امداد میفرستد. اکنون به شرافت این کمک فرزندان اختره گدایی و یا کار برای روزگذرانه را کنار گذاشته به تحصیل روی آورده اند. به شرافت این اقدام رادیوی آزادی من امکان دارم که حق اجاره خانه‌ام را پردازم و خدا آرزو و آرمان فرزندانم را شنید و امروز آنها تحصیل می‌کنند. اختره را در سن 10 سالگیش به یک مرد سالخورده ثروتمند به شوهر دادند. اما مرد با نام امان الله که اصلا برادرزاده این مرد بود، شوهر اختره را به قتل رساند. شبی که شوهرم هلاک شد و من سرشار از اشک بودم، امان الله نزدم آمد و تقاضا کرد که همسری او شوم. او وعده داد که نگهبانم می شود. اختره پیشنهاد امان الله را قبول نکرد و او به پاکستان فرار نمود، اما بعد از مدت برگشت. بعد 3 سال مرگ شوهرم شب در خانه‌ام را تق تق زدند. پرسیدم که کیست؟ در پس در گفت من امان الله. گمان داشتم که میخواهد معذرت پرسد. از این رو در را باز کردم. او بر رویم ترشی پاشید و فرار کرد. رویم آتش گرفت. من از هوش رفتم. امان الله باز فرار کرد و هر سر چند وقت به اختره پیام‌های تهدیدآمیز می‌فرستاد. سلامتیم خوب نیست. بدون کمک از زمین بلند شدن نمیتوانم. میزان قند در خونم بلند است. نوری چشمم نیز کاهش یافته است. پایهایم اذیت میکنند. اختره امید دارد که روز چشمانش را توسط عملیات جراحی تبابت خواهد کرد. کمک‌هایی که حالا اختره دریافت میکند برای معالجه چشمانش کافی نیست. در هوای سرد به مکتب میروم، لباس گرم ندارم. معلمه هم میگوید که باید سمکه داشته باشم و کتابهایم را مقاوه کنم. اختره خوشحال است که فرزندانش امکان تحصیل پیدا کرده اند. وقتی آنها از مکتب می آیند من دردم را فراموش می کنم و خود را خوب احساس می کنم. به شرافت یک انسان ثوابجوی ناشناس، اختره امکان پرداخت حق اجاره و تحصیل فرزندانش را پیدا کرد. حالا او امید دارد که یگان انسان دیگری به شرایط معالجه و از بین بردن زخم‌های تیزاب در سیمایش را فراهم می آورد.